فتنه یک چیزی که مردم حق و باطل رو در آن جدا کرده نمیتونند. فتنه، امتحان، مردم حق و باطل کدامش حق است کدامش ناحق است جدا کرده نمیتونند. و در مسئله فتنه از صحبت داریم، یک جمعه هست. فتنه حتی امام بخاری کتاب الفتنی گفتن در صحیح بخاری، یک کتاب علاهیده موندن، کتاب فتنه ها. ان شاء الله یک فرصت که شد این کتاب رو شرح میدیم، برای اینکه ما شب و روز با فتنه روبرو میشویم. و اذا اردت بعبادك فتنه فاقبضنا الیک غیر مفتونین. بندگانی نیک الله تعالی دعا میکردن که اگر با بندگانت فتنه را اراده کنی، فتنه را خواهی، فاقبضنا الیک غیر مفتونین، پیش از آن که به فتنه دوچار شویم جان ما را بگیر. دعای شخصان صالح چنین بود که اگر رفت و به بندگانت فتنه را خواهی، پیش از فتنه جان ما را بگیر. بنابراین بعضی علما گفتن که والفتنه اذا اقبلت عرفها العلماء. فتنه وقتی که روی آورده اومده ایستاده است، علما میدونن که این فتنه است. و اذا ادبرت عرفها العامه. وقتی که فتنه قفا گردانده رفت، بعد مردم عامه ها میفهمن که وای فتنه بود است و ما اینقدر به او داده شدیم و اینقدر جنگ و جنجال برداشتیم و کاش علما را گوش میکردیم. وقتی که فتنه قفاش گردانده رفت، عرفها العامه، مردم عوام بعد میفهمن که وای فتنه بود است. خلاصه فتنه در هر نماز پیش از سلام دادن جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم از فتنه پناه میطلبیدن. اگر اینقدر چیزی خطرناک نمیشد پناه نمیطلبیدن. اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم و من عذاب القبر و من فتنه المحیا والممات و من شر فتنه مسیح الدجال. از فتنه زندگی و از فتنه ممات من به تو پناه میطلبم و از فتنه شر فتنه مسیح الدجال. از همه فتنه بدترین این فتنه دجال است. وقتی که دجال میبراید، مردمی که خودشون مسلمان فکر میکردن کافر میشن. بنابراین پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که اگر شنیدید که دجال برآمده است نروید، برای آنکه بسیار آدم‌هایی که خودشون مؤمن اعتقاد میکردن میرفتن کافر میشن. بنابراین نروید، به دیدن دجال نروید. او فتنه است، او امتحان است. انسان حق و باطل را جدا کردن نمیتونه، دعوای الله میکنه. من اللهی شما، من پروردگاری شما میگم.